چه شورت ویدیویی میتونه بازدید میلیونی بگیره؟ ویدیوهایی که بازدید میلیونی گرفتن چه ویژگی هایی دارن؟ الگوریتم یوتیوب به چه شکلی کار میکنه؟ اگه دنبال جواب این سوالاتی تا آخر این ویدیو همراه من باش. شما میتونید با استفاده از چت جی پی تی و هوش مصنوعی 300 تا ویدیو شورت در عرض نیم ساعت بسازید. ولی این تایپ ویدیوها هیچ وقت مانتایز نمیشن. باید خودتون ویدیوتون رو بسازید، ولی میتونید از هوش مصنوعی هم کمک بگیرید. برای ساخت ویدیو شورت میلیونی دقیقاً باید چیکار کنید؟ ساخت ویدیو شورتی که بازدید بالایی به دست بیاره به عوامل زیادی بستگی داره، مثل ادیت خوب، صدای خوب، موضوع خوب و غیره. به همین منظور من استراتژی آماده کردم که اگه مو به این استراتژی عمل کنید، من قول میدم ویدیوی شما بازدید بالایی خواهد گرفت. در مرحله اول باید به موضوع ویدیو دقت کنید. اگر ویدیوی شما موضوع بدی داشته باشه، وایرال نمیشه، حتی اگه ادیت خوب و داستان قوی داشته باشه. پس چه موضوعاتی رو باید برای ویدیو انتخاب کنن؟ موضوعات ترند. میتونید موضوعات ترند رو پیدا کنید و از آنها ویدیو بسازید و احتمال وایرال شدنتون رو چند برابر کنید. از کجا موضوعات ترند رو پیدا کنن؟ برای پیدا کردن موضوعات ترند میتونید از سایت گوگل ترند استفاده کنید یا حتی از جستجوی خود یوتیوب استفاده بکنید. ببینید چه موضوعاتی سرچ بیشتری دارد و از آنها استفاده بکنید. به طور مثال شما فرضاً یک کانال در مورد فیلم و سینما دارید. باید دنبال فیلم‌های جدید و پربیننده باشید و اولین نفری باشید که از فیلم جدیدی که اکران شده ویدیو میسازه. اینطوری شما شانس بیشتری برای وایرال شدن دارید. در قدم بعدی برای ویدیو شورتتون داستان بنویسید. چطوری؟ الان توضیح میدم. فکر میکنید کدام یک از ویدیوهای زیر بازدید بیشتری میگیره؟ احتمالاً این ویدیویی که درصد مشاهده بالایی داره. آره، ولی در این طور مواقع یوتیوب ویدیوی طولانی را برای وایرال شدن انتخاب میکنه. آخه چرا؟ خب شاید میخواد مخاطب زمان بیشتری رو داخل پلتفرم صرف کنه. اگر اینطوری نباشه، همه میتونند ویدیو 1 ثانیه‌ای آپلود کنند و 1000% مشاهده داشته باشند و وایرال بشن. ولی یوتیوب ویدیوهای طولانی تر رو برای هوم پیجش میخواد. پس طولانی تر بساز. مورد بعدی که باید بهش توجه کنیم، قلاب قوی برای شروع ویدیو شورتمون است. خب الان این یعنی چی؟ یعنی چند ثانیه اول ویدیو باید تغییری در مخاطب ایجاد کنه و اون رو وادار به دیدن ویدیو کنه. مثلا کنجکاو بشه، بترسه، بخنده و یک تغییری در اون ایجاد بشه. یک صحبت کننده دیگه به ویدیوت اضافه کن. اینطوری ویدیوت کسل کننده نمیشه و تا حدودی به روند خوب ویدیوت کمک میکنه. به ویدیوت احساس اضافه کن. میتونه در مورد شادی، ناراحتی، غمگینی، عصبانی و هر احساس دیگه‌ای باشه. مرحله بعدی صدای گوینده است. دو راه بیشتر ندارید. یا از صدای خودتون استفاده کنید و یا از هوش مصنوعی. البته باید به این موضوع هم توجه کنید که استفاده کردن از هوش مصنوعی احتمال این وجود داره که شرکت‌های واسطه نقد کردن درآمد یوتیوب با شما همکاری نکنند و زحماتتون به فنا بره. پس قبل از استفاده کردن از هوش مصنوعی خوب تحقیق کنید. اگه مو به مو طبق این استراتژی ویدیوتون رو ساختید و آپلود کردید و بازدید بالایی نگرفت، نگران نباشید. باید علاوه بر کیفیت، صبر و استمرار داشته باشید تا به نتیجه دلخواه برسید. پس ماه‌های اول به بازدیدهای ویدیوتون اهمیت ندید و فقط ویدیو تولید کنید و کیفیت رو فدای کمیت نکنید. مطمئن باشید نتیجه خواهد گرفت. مثلا من این کانال رو زمانی که استارت زدم توی یک هفته 7000 تا ساب گرفتم. توی یک ویدیو دیگه کل ایده و بازدیدهای این کانال رو بهتون نشون میدم. برای اینکه ویدیو بعدی رو از دست ندید، همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستید. ممنون از حمایت های شما.